سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو قرار نحوه بکاپ گیری با سیستم رو آموزش بدیم. برای این کار ابتدا وارد کنترل پنل میشیم و از اون قسمت وارد قسمت بکاپ اند ریستور. بعد از اون قسمت ستاپ بکاپ رو انتخاب میکنیم. توی این پنجره هم مشخص میکنیم که بکاپی که میگیریم داخل کدوم یکی از درایوها ذخیره بشه. این قسمت پایین هم معلوم میکنه که اون درایو فضای کافی رو داره یا نه. توی مرحله بعد هم باید انتخاب کنیم که فقط از درایو C گرفته بشه بکاپ یا به صورت دستی خودمون پوشه ها رو انتخاب کنیم. این قسمت هم تعیین میکنه که به صورت هفتگی، یک روز مشخص یا روزانه یا به صورت ماهیانه توی یک روز مشخص بکاپ گرفته بشه یا نه، که اگر تیکش رو بزنید این کار صورت میگیره و اگر نه این کار انجام نمیشه. بعد از انتخاب این قسمت هم سیف ستینگ رو میزنیم. توی این مرحله دیگه فقط باید صبر کنیم تا بکاپ گرفته بشه. دیگه صبر کردنش رو خودتون میسپاریم. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو ما رو همراهی کردید. ما رو به دوستانتون معرفی کنید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.